امیدی هست که در افغانستان سینما وجود داشته باشه؟ اگر با شریعت برابر شه ما حال تلویزیون خود داریم. شهیدتون شریعت یعنی چی؟ من اینو نمیفهمم. سینما زبان بشر، موسیقی زبان خداونده. زبانم باید طبق اصول باشه. زبان به خاطر دشنام دادن هم است، به خاطر ثنا گفتن هم است. دیگه میتونم بگم که زبان از هر چیزی که میکنم بکنه باید چارچوب داشته باشه. زبان رسمی افغانستان پشتون باشه. 2 زبان رسمی داریم. من که صحبت میکنم با شما فارسی داریم. زبان رسمی از پشتو هم است. ما 2 تا زبان رسمی داریم و 2شان در جای خود است. من مجوزی که گرفتم اجازه بدید بهتون نشون بدم. این مجوز من که به زبان پشتون بود. ما با طالبای نوشته کرده بودیم که آسان میتونن پشتو رو بخوانن. اینا